رژیم چارنل داره میتازه دنبال پیدا کردن راهی برای جبران نفرت و انزجار عمومی. انگار واقعا افسار و دهنه یه سری از این آخوندهای خمینی صفت رو در سایزها و سن و سالهای مختلف باز کرده باشن و گفته باشن که هر شرنگ تخته میتونین بندازین، هر جنگولک بازی بلدین در بیارین، یه طوری خلاصه بیننده جور بکنین. اون طلبه دوزاری شوت که با برنامه کودک و شعرخوانی بچگانه شروع کرده بود و هفته پیش لمن دروازه‌بان آلمانی رو هم وارد روزخونی‌های خودش سر کلاس کرد و تو وراجاش بهش اشاره می‌کرد، این بار رفته سراغ گردش‌های علمی آنچنانی و معلوم هم نیست ملت چه گناهی دارن که باید به تماشای سفرهای مارکوپولوی قومی بشینن. خب نمیشه که یه جا جمع آخوندهای مشنگ جمع باشه و آخوند تانگه خودش رو یه جوری نرسونه. این هم خودش انداخت وسط این معرکه و با تواضع مثال زدنی آخوندی که فکر کرده مثلا زندگی خیلی گوهرباری داره که لحظاتش باید سرمشق و الگوی بقیه هم باشن، از پخش وراجی‌ها و مزخرفات و مصاحبه‌های تلویزیونی دیگه فراتر رفت و از اون لحظه به تنگ کردن عبا و ردا تا آخر شب که این ابزارهای نوندونی آخوندیش رو در میاره و آماده میشه برای حقه بازی‌های روز بعد، کل اینو کرده فیلم و نشون ملت میده. حالا پیدا بکنید کسی غیر از طنز پردازان پیک شادی رو که مایل باشن این صحنه‌ها رو تماشا بکنن. اگه نگاه به مرگ اصلاح بشه، مردم رابطه‌شون رو با مرگ اصلاح میکنن. یعنی شستن مرده برامون افتخار میشه. برای چی نگیرم؟ سلام عزیزم، بیا. کی دوربین میخواد بگیره؟ آقا بگیرید. سال چندمی شما؟ دوم دبیرستان. ماشاءالله. چه رشته‌ای؟ درود بر ریاضی. منم ریاضی بودم. انشالله که موفق بشید. حوزه هم بیاد عمامه به کلتون میاد ها. این یکی حاجی تنسی تاکسیدو هم که معرف حضور بینندگان پیک شادی هست، از اون مشتریای ثابت قسمت مشنگستان خبر تو خبره. این دفعه مجری تلویزیون رو رسما تو جایگاه شاگردی نشونده، خودش رو به عنوان معلم یا شاید هم استاد جا زده، ولی به جای درس دادن فقط به قول معروف داشت سوت میزد. چند نمونهش رو با هم به مثابه مشت نمونه خروار یا شاید هم بهتر بگیم یک لجنی نمونه گنداب بزرگتر ببینیم. این به ذهنم رسید که حضورتون بپرسم که ما چرا 3 شب در واقع احیا داریم، چرا به یک شب بسنده نکردیم؟ اگر شما یه شب بود و یه شب خواب میموندین چیکار میکردین؟ قصه میخوردین. درسته. ای وای دیگه تموم شد. نه، میگه نگران نباش، 2 شب دیگه هم هست. نبوغ پروفسور گوفی در زمینه ریاضیات محض که واقعا دست اینشتین رو از پشت قپونی بسته. 3 نفر با هم دعواشون شده بود. 17 تا شتر داشتن. اینا یکیشون 1/9 شترها مال او بود، یکیشون 1/3 مال او بود، یکیشون هم 1/2. هر کار میکردن 17 رو تقسیم بر این 9 و 3 و 2 بکنن نمیشد. 17 به 9 میشه مثلا چی؟ 1/9 تا 9 تا از 17 تا 6 تا ممکنه مثلا یا 8 تا مثلا باقی بیاد. درسته. بر 2 میخواستن تقسیم کنن 17 رو، مثلا میشد چی میشه؟ چند تا میشه 17 تا مثلا 7 اصلا رقم فرد تقسیم بر 2 نمیشه. تقسیم بر مثلا 3 هم نمیشه، 1.5 نصفش. نمیخواستن هم یه شتر رو تکه کنن، مثلا 1/3 او برداره، هوای گرم اونجا، هوا این شترها خراب میشد. درسته. خب این از نبوغ درخشان در زمینه ریاضیات محض. حالا بریم سراغ ریاضیات کاربردی و شترهای مقوایی که شاید بعد از طرح امام مقوایی به ذهنش زده. ببینید که بعد از کلی مقدمه چینی و وراجی، اونم در رابطه با مثالی که همه شاگرداش 100 بار شنیدن، چطور تو حساب کتابش میمونه. گفتن الان 17 تا، اینم یکی میشه 18 تا. حالا 18 شما چقدر شترها مال توی؟ 1/2 شترها مال توی، میشه 9 تا. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 این مال تو.
بسیار عالی. این تکلیف تا- مشخص شد. بله این 9 تا مال تو 1/3 بود، 18 بسیار میشه 6 تا، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا اینم مال تو. بسیار تو عالی. 1/9 بودی، 18 به 9 میشه 2 تا. البته اینا عجب. یکی زیاد اومد. اینا بله. به همین راحتی 2 تا شتر رو این وسط تو تلویزیون جلو چشم همه ملاخور میکنه. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی رو نگاه کن